جبران فاجعه یا اخراج آلوارو آلبیولا. بعد از اخراج ژابی آلونسو، تیم رئال مادرید با آلوارو آلبیولا بازیکن سابق تیم رئال مادرید خواست که مدیریت تیم را بر عهده بگیرد. این سرمربی که دارای تجربه خاص سرمربیگری نیست، ولی از تیم رئال مادرید کاستلا یا رئال مادرید اکادمی به تیم رئال مادرید پیوست. آلوارو آلبیولا که در این روزها وضعیت خوبی ندارد. بریم با هم یک بررسی بکنیم که چی باعث شد که این مشکلات برای تیم رئال مادرید رخ بدهد. لایک و سابسکرایب فراموشتان نشد. تا آخر ویدیو با ما باشین. از ژابی آلونسو شروع کنیم. ژابی آلونسو اخراج شد به دلیل اینکه با مدیریت مشکل داشت. با خود تیم بازیکنان باش به احترامی میکردن. چرا؟ از اول برخورد دوستانه را با بازیکنان نگرفت. بازیکنان زینالدین زیدان گفته بود در مصاحبه کنفرانسی خود که اگر سرمربی میخواهد در تیم رئال مادرید موفق شود، باید نیمکت را در دست خود بگیره و با بازیکنان برخورد صمیمانه رفیقانه مثل یک دوست برخورد کنه، نه اینکه من استاد دوستم تو شاگردم هستی. خب ژابی آلونسو اخراج شد و آلوارو آلبیولا آمد. از نظر آلوارو آلبیولا نمیدونه بحران کنترل کنه. بحران که سنتر بک و سنتر میدفیلدر ما مشکل داره. باید یک دو سه تا بازیکن حتما بخریم که در مورد از او بعدا حرف میزنیم. باخت رئال مادرید در مقابل بنفیکا را امروز سوژه قرار دادیم که در موردش حرف بزنیم. چرا رئال مادرید در مقابل بنفیکا باخت؟ یک کنترل صحیح در بازی آلوارو آلبیولا نداشت. چرا؟ چون شدت بازی قسم بنفیکا شدت بازی را کنترل کرده بود. قسم بنفیکا بازی را بازی سازی کرده بود. جوزه مورینو در ذهن خود که آلوارو آلبیولا غافلگیر شد. این رقم پرسینگ شدیدی، رقم حمله واقعا غافلگیر کننده است برای یک سرمربی و نتونست تیم را کنترل کنه. جوزه مورینو سرمربی بنفیکا تجربهش تانستی بازی را به نفع خود که پیش ببره. خب او مشناخت آلوارو آلبیولا شاگردش بود، زیر دستش بود، بازیکنش بود. چطور نمیشناخت؟ از او خاطر نتونست آلوارو آلبیولا در مقابل بازی کنه. ولی چانس انتقام دارن در پلی آف. اشتباهات دفاعی و ساختار ضعیف. ساختارش نامنظم بود. یک بار ما بین می آمد رایت وینگ می شد، یک بار رایت بک می شد، یک بار می آمد هر طرف بازیکن‌ها گد و ود بود دیگه. تیم نتانست سری خود را به بازی سازی کنه که باعث ایجاد فضای خطرناک بر بنفیکا شد. برنامه بازی بنفیکا قسم که من پیشتر گفتم کارآمد بود. کنترل نکردن ریتم بازی. رئال مادرید بعد از گل زدن نتوانست ریتم بازی را در اختیار بگیرد. این باعث شد بنفیکا دوباره با بازی برگردد و برتری را به دست آورد. مشکلات تاکتیکی، اشتباهات دفاعی در لحظات اساس قسم که موناکو انجام داد. بازم چانس داشتیم. بنفیکا سرعت خیلی بالایی گرفت به مسابقه. سرعت گرفت، فشار سر بازیکن‌ها آورد که بازیکن‌ها مجبور می‌شدن توپ را واگذار کنن. نظر شما چی است؟ کدام مشکلات را تیم رئال مادرید داشت در مسابقه که باخت؟ در کامنت ها برام بنویسید. لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. میریم به بخش دوم
بخش نقل و انتقالات رئال مادرید. در بخش نقل و انتقالات رئال مادرید باید از نظر من در دفاع باید 2 تا سنتر بک بخره. دفاع کاملا جور است. یک سرمربی سینیر، 2 تا سنتر بک سینیر که بتانه مثل سلیبا، ابراهیم کناته، پاچو میتونن بهترین سنتر بک ها باشن. ایون اوپی مکانو در میانه میدان یک میان بازیکن هافبک کار داریم که بتانه جای مودریچ و کروس پر کنه و بازی سازی و پاسنگ تیم را کنترل کنه. مثل من نمیگم والوردی و جود بلینگام بد است، والوردی و جود بلینگام بهترین هافبک هاست، ولی یک هافبک که پاسهای همه تیم را کنترل کنه مثل مودریچ و کروس که جاگزینش میتونه ویتینیا و رودری باشه. من به رودری هم باورمند نیستم. ویتینیا و انزو فرناندز یکیش. شاید آمدن ایرلینگ هالند در رئال مادرید میتونه بهتر باشه تا رئال مادرید در قسمت حمله ارسال ها و سانت ها رئال مادرید ناموفق بوده که میتونه به تیم خیلی کمک کنه. آمدن ایرلینگ هالند، عد کردن وینی و لفت وینگ، امباپه رایت وینگ، وینی و امباپه یکیش لفت وینگ یکیش رایت وینگ میتونه. از نظر من کورتوا و امباپه تیم را نگه داشتن، ولی بعضی ها میگن جون گارسیا از کورتوا که لایق است یا امباپه آمده ریال کپ نگرفته. هیچ این مشکلات نیست. امباپه داره ریکارد چکنی میکنه و این ریکارد چکنیش در لالیگا لیگ قهرمانان ادامه داره. ما نمیتونیم گلکیپر مثل تیبو کورتوا یا استرایکر مثل امباپه که همه تیم ها میخواین در آرزویش هستن که او را ردست بیارن را از دست بدیم. باید پرایم پرز بیاید و یک کار در این نقل و انتقالات کنه. اگر آلوارو البرو موفق نشده، یک سرمربی سینیر که لوئیس انریکه، زینالدین زیدان جاگزین‌های خوب میتونن در رئال مادرید با سرمربی که دارای تجربه باشه. ما فعلا سرمربی نیاز داریم که دارای تجربه باشه. نظرتان را در کامنت ها بنویسین و بگوین که ما کدام بازیکن در نقل و انتقالات آینده نیاز داریم بخریم و کدام بازیکن ها را بفروشیم و سرمربی جدیدی که این بحران را کنترل کنه. خدا حافظ.